صدای من همیست که طالبا از این غرور و کبری که برشان پیدا شده از این غرور پایین بیان. اینا افغانستان را به زور نگرفتن، اینا افغانستان را فتح نکردن، اینا فوج افغانستان را و لشکر افغانستان را و دفاع افغانستان را شکست ندادن. این قصه دراز است، خودشان هم میفهمه و ما میفهمیم، دنیا میفهمه. افغانستان برایشان داده شد. حالا باید اینقدر کبر و غرور نکنن. قضیه افغانستان با این حل نمیشه که اینا یک کمیسیون را برای دعوت مخالفین تشکیل بتن و بگوین که فلانی را دعوت کردن فلانی را. این راه حل نیست. مردم افغانستان نام تسلیمی سرشان بد میخوره و با تسلیمی آماده نیستند. بهتری است که از غرور مثل که گفتم پایین بیان، هیئت مذاکره‌چی خود تعیین کنن، اعلان کنن و به دنیا اعلان کنن که ما آماده هستیم با مخالفین از راه مذاکره و از راه مفاهمه مشکل افغانستان را حل کنیم.